جنگجویان تاجیکستانی که در افغانستان از طرف حرکت تندرو طالبان می جنگند گفتند که برای حمله به تاجیکستان آمدند. در این باره روز 6 اکتبر با تکیه به منابع جنگجویان تلگرام کانال روی دیگر میدان خبر داد. رهبر طالبان تاجیک از گروه جماعت انصارالله مهدی ارسلان اظهار داشت که برای حمله به تاجیکستان آمده است. خود مهدی رهبر چندین منطقه افغانستان را در مرز با ناحیه درواز و شمس‌الدین شاهین تاجیکستان است. گفته می شود در خبر یک افسر بلندپایه قشون‌های مرزبانی تاجیکستان روز 7 اکتبر در صحبت به پایگاه خبری بامداد اظهارات ارسلان در مورد آماده بودنش به حمله ها را باز یک اظهارات جنگ پروپاگاندیستی نامید که به گفته وی طالبان از زمان غصب افغانستان به ضد تاجیکستان پیش میبرند. ما به چنین تهدیدها عادت کردیم ولی هوشیاری را هم از دست نمیدیم. اگر از جانشان سیر شده باشند مرحمت بیایند، به طور لازم پیشواز میگیریم بدانند که عقب دیگر بر نخواهند گشت، آخرت خود را در وطنشان خواهند یافت. همش اظهار داشت افسر تاجیک. مهدی ارسلان لقب محمد شریپوف نامزاده دهه شربگیان جماعت سفید چشمه نویه نورآباد و فرزند یک جنگجوی گروهی در تاجیکستان ممنوع جماعت انصارالله است که همراه یک فرزند دیگرش در آشوب سال 2011 در وادی رشت کشته شد. مهدی ارسلان نماینده نسل نو انصارالله است که بعد کشته شدن اساسگزار آن امرالدین تبارف رهبریش را به دست گرفته است. امرالدین تبارف در پایان سالهای 90 شرایط صلح بین اپوزیسیون و حکومت امام علی رحمان را نپذیرفته به افغانستان رفت و این گروه تندرو را تشکیل داد. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند که تبارف سال 2015 در جنگ‌ها در شمال افغانستان کشته شد. تهدید حمله به تاجیکستان از جانب رهبر انصارالله در پس منظر اختلاف جدی بین حکومت تاجیکستان و رهبران طالبان صدا داد. دوشنبه طالبان را به تبدیل دوباره افغانستان به لانه تروریسم بین المللی عیبدار کرده به طور آشکارا از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود که به ضد طالبان می جنگد حمایت می کند و برای تاجیکان و دیگر اقلیت‌های قومی افغانستان در حکومت نو این کشور جایگاه شایسته طلب دارد. رهبران طالبان به نوبت خود تاجیکستان را به دخالت در امور خود عیبدار و تهدید کردند که هر عملی عکس‌العملی دارد. از جمله طالبان اخیراً از فرستادن دسته‌های جنگجویان مرطلب از لشکر منصوری به 3 ولایت با تاجیکستان از مرز قندوز، تخار و بدخشان خبر داد و معاون والی بدخشان گفت طالبان مرطلبان را در مرزهای افغانستان از جمله در مرزهای بدخشان جابجا می‌کنند. ساکنان تاجیکستان چند روز پیش در آن سوی دریای پنج حرکت جنگجویان مسلح را مشاهده و به تلفن‌های خود ثبت کردند. هنوز روشن نیست که این سلاح بدستان با نام مرطلبان از لشکر منصوری بودند یا جنگجویان تحت فرمان مهدی ارسلان که آمادگیش برای حمله به تاجیکستان را اعلام کرده است.